خبر و گزارش‌های مهم روز رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله گلخوجه معرفی میکنم. سلام. امروز در برنامه امریکا میگوید موشکباران پایگاه هوایی سوریه پاسخ به حمله کیمیایی رژیم بشار اسد است که باعث مرگ ده ها شخص بیگناه و از جمله زنان و کودکان شده است. یگان بنده نباید از چنین وحشت اذیت کشد. امشب من امر دادم همان پایگاه هوایی سوریه که از آن حمله کیمیایی آغاز یافته بود هدف قرار گیرد. مقامات روسیه میگویند که 8 همپیمانی بمبگذاری متروی سنت پتربورگ را بازداشت نموده در منزل زیستی آنها مواد ترکنده یافتند. Сегодня задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве. امروز 6 کس در سنت پتربورگ و 2 کس در مسکو دستگیر شدند که با این عمل تروریستی رابطه داشتند. در مکان زیست این افراد مواد ترکنده شبیه بمب مترو و سلاح و مهمات یافت شده است. و سازمان‌های بین‌المللی میگویند برای بی‌ضرر کردن پرتابگاه‌های هسته‌ای تاجیکستان به ویژه ولایت سوخت 10 میلیون دلار لازم است. حالا برای این مقصد تنها اتحاد اروپا به قدر 16.5 میلیون یورو مبلغ جدا کرده است. ما تلاش داریم تا 1 سال آینده توجه کشور و سازمان‌های دونور را به این مشکل جلب کنیم و مبلغ ضروری را برای اجرای این طرح‌ها جلب نماییم. صبح 7 اپریل امریکا پایگاه هوایی شهرایتی منسوب به نیروهای رژیم بشار اسد را موشکباران کرد. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ میگوید این پاسخ به حمله کیمیایی نیروهای سوریه بود که در پی آن 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. یگان بنده نباید از چنین وحشت اذیت کشد. امشب من امر دادم همان پایگاه هوایی سوریه که از آن حمله کیمیایی آغاز یافته بود هدف قرار گیرد. نظامیان سوریه اطلاع دادند که بر اثر حمله 6 سرباز به هلاکت رسیده پایگاه هوایی شهرات زیان دیده است. رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد و متفقانش ایران و روسیه حمله را با لحن شدید محکوم کردند. به اینکه حادثه را تحقیق کند، ایالات متحده آمریکا به نمایش قدرت و مقاومت نظامی با کشور راه داد که با تروریسم بین المللی مبارزه میبرد. این بار اول نیست که ایالات متحده آمریکا چنین عمل بی اندیشه را به نمایش میگذارد. این عمل مشکلات موجوده در جهان را سنگین تر کرده به امنیت بین المللی تهدید میکند. خود موجودیت نظامیان ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر در سوریه بدون موافقه حکومت این کشور و یا شورای امنیتی سازمان ملل متحد نقض دغلانه، آشکار و بی اساس حقوق بین المللی است. کشورهای متفق امریکا و جمله کشورهای عضو پیمان ناتو از این حمله به پایگاه سوریه پشتیبانی نمودند. معاون سروزیر ترکیه نومان کورتولموش گفت جامعه جهانی باید بر ضد وحشیانیت رژیم بشار اسد قیام کند. سروزیر استرالیا هم از موشکباران پایگاه سوریه دستگیری نموده است. حکومت استرالیا از این پاسخ سری وقتی، هدفمندانه و مناسب قاطعانه پشتیبانی می کند. این عمل بر رژیم اسد پیامی جدی می فرستد. پیامی حیاتاً مهم این است که ما و اهل عالم در هیچ شرایط استفاده سلاح کیمیایی را قبول نداریم. سخنگوی بنیاد خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ژنو تفصیلات حمله کیمیایی روز 4 اپریل را گزارش داد. به گفته کریستوف بولیرک حمله کیمیایی 10 ساکن شهر ادلیب سوریه را به هلاکت رسانده است. حتی در جسم طبیبانی که مجروحان را معاینه کردند آثار سلاح کیمیایی مشاهده شده است. طبیبان به یونیسف اطلاع دادند که چند ساعت بعد از حمله کیمیایی خود شفاخانه هم مورد آتش قرار گرفته است و آنها مجبور شدند که مجروحان را به جای دیگر کوچانند. رو می‌آوریم به روسیه. با ادامه تفتیش بمبگذاری مرگ‌طلبانه در متروی سنت پتربورگ، مفتشان روسیه تفصیلات بیشتر را درباره اکبرجان جلیلوی متهم در این حمله پیدا کردند. دیروز هنگام تفتیش یک منزل زیست، خادمان امنیتی ابراز داشتند همپیمان‌های جلیلو را دستگیر نمودند. کارشناسان با تکیه به اطلاع مقامات اصرار می‌ورزند که این بازداشت شده‌ها بر اساس مکاتبه اکبرجان جلیلو با این افراد در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در
در گزارش نوبتی. روز پنجشنبه خادمان امنیتی روسیه در یک منزل زیست در خیابان تاورشیسکی سنت پتربورگ مواد ترکنده را به ضرر کرده چند نفر را که به قبل منصبداران روس با اکبرجان جلیلوی متهم در بمبگذاری متروی سنت پتربورگ ارتباط داشته‌اند بازداشت نمودند. کمیته تفتیشات روسیه گفت روز پنجشنبه در چارچوب تحقیق بمبگذاری مرگبار 3 اپریل در متروی سنت پتربورگ 8 نفر بازداشت شدند. Сегодня задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве. امروز 6 کس در سنت پتربورگ و 2 کس در مسکو دستگیر شدند که با این عمل تروریستی رابطه داشتند. در مکان زیست این افراد مواد ترکنده شبیه بمب مترو و سلاح و مهمات یافت شده است. رئیس حکومت ناحیه نیوسکی سنت پتربورگ کنستانتین سروف به خبرگزاری ریترز گفت که هنگام بازداشت و به ضرر نمودن مواد ترکنده ساکنان را از بنا بیرون کرده بودند. شاهدان عینی تصدیق میکنند که افسران امنیتی چند زاده آسیای مرکزی را با دستان زنجیربند با خود بردند. روزنامه کامسомольская правда عکس‌های بازداشت شده ها را نشر نموده تاکید کرده است که 6 نفر آنها زاده قرقیزستان و 2 کسی باقی مانده زادگان ازبکستان هستند. همگی از 20 تا 40 ساله بوده در سال 2015 به سنت پتربورگ کوچ بستند. و قبل همین روزنامه احتمالاً اکبرجان جلیلوف با بازداشت شده ها رابطه داشته است. مفتشان بر این نظرند که مسئول بمبگذاری در مترو محض اکبرجان جلیلوی 22 ساله است. آنها خاطر نشان کردند در جهاز ترکنده دوم که روز 3 اپریل در ایستگاه دیگری متروی سنت پتربورگ یافت شده بود آثار ژنتیکی اکبرجان جلیلوف تشخیص شده است. در پس منظر حمله خونین متروی سنت پتربورگ در تاجیکستان برای نصیحت زنان از تقدیر اکبرجان جلیلوف مثال می‌آورند. در یک همایش ویژه در ولایت ختلان که به خاطر جلوگیری از افراطگرایی تشکیل شد از آنان خواستند که نگذارند فرزندانشان تقدیر این جوان 22 ساله قرقیز را تکرار کنند. تاکنون از این ولایت 10 جوانان به گروه‌های افراطی شامل شدند. ادامه موضوع در گزارش مومن احمدی. وقتی مقامات تاجیک و سازمان‌های جمعیتی با زنان وحش از خطر تروریسم و افراطگرایی در مرکز ناحیه صحبت می‌کردند، حمله در متروی سنت پتربورگ را مثال آوردند که روز 3 اپریل صادر شد و باعث هلاکت 13 ساکن آسایشته گردید. شما هم بچه‌ها نصیحت کنید که با همون گروه‌های افراطی همراه نشوند و عمل‌های نادرست در کشورهای بیگانه مشغول نشوند. من به نام اکبرجان جلیلوف گفتنی بچه از اوش از قرقیزستان آیا پدر مادر همون میخواهند که کسی قربان شود یا که بچه‌شون قربان شود و قربان شد دیگر. این همایش را لیگ زنان حقوق شناسی تاجیکستان، پژوهشگاه جنگ و صلح در آسیای میانه و حکومت‌های محلی برگزار کردند. در اینجا تاکید گردید که آگاهی زنان از خطر تروریسم و افراطگرایی میتواند برای جلوگیری گرویش جوانان به حزب و حرکات‌های ممنوع نقش داشته باشد. من خود که کارمند دولتی هستم بین زنان دهقانان بین اهالی بسیار رابطه زیست دارم. از اهالی آنها با خبر هستم. در بسیار اویله ها هستند، اویله هایی که امروز از اونی که فرزندانشان به خارج کشور رفته آنها را به راههای بد بردن، به راههای نافهمی بردن، عذاب میکشند. بسیار مادران آب دیده میریزانند. در همایش زنان گفتند که نقش زنان در جلوگیری از افراطی شوی جامعه و جوانان مهم است. به زنان مراجعه شد که آنها می توانند دهشت تروریسم را به دیگران فهمانده از خطر افراطگرایی دوستان و نزدیکانشان را آگاه نمایند. همین توازن حسن محبت و عامل در خانواده نگاه داشتند. با بچه‌ها تو مثلا زنها مشاورات و شوهران با قربانی‌ها این باعث نشود که همین تأثیر معامله بد به بچه‌ها گذارد. قرار است که در 18 ناحیه ولایت ختلان با زنان همایش‌ها و صحبت‌های آشکارا انجام گیرد و مفهوم تروریسم، جهاد، افراطگرایی و خطر آن فهمانده شود.
برنامه را ادامه میدیم. تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه پروازهای هوایی را نهایی کردند. به این ترتیب قرار است 11 اپریل نخستین پرواز هواپیمای ازبکستان هوا یولری از توشکند به دوشنبه و برعکس صورت بگیرد. اما تاجیکستان تاکنون با روسیه در مورد پرواز هواپیمای شرکت یمل به موافقه نرسیدند. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت آنها پیشنهاد کردند که شرکت یمل هفته 2 بار به فرودگاه کولوب و قرغنتپه پرواز انجام دهد. ولی جانب روسیه از این پیشنهاد طرفداری نکرده است و می‌خواهد هفته 7 باری شرکت یمل به اورالسکی اولینی به فرودگاه خوجند و دوشنبه پروازها را انجام دهند. حالا هیئتی از تاجیکستان برای انجام مذاکرات در مسکو قرار دارند. بانک اروپایی با سازی و رشد اعلان کرد سعی دارد برای نگاهبینی درستی پرتابگاه‌های اتمی در تاجیکستان که خطرشان زیاد می شود سرمایه بیشتر جلب کند. نمایندگان بانک در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که میلیون ها دلار ضرور است تا پیشروی پنهان شدن مواد زهرآگین در ولایت سوخت گرفته شود. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. بانک اروپایی تجدید و رشد میگوید برای بزیان کردن پرتاب‌های اورانیوم در تاجیکستان 30 میلیون یورو ضرور است. در پی یک تحقیقات 2 ساله در تاجیکستان کارشناسان کیروکرده اتحاد اروپا به خلاصه رسیدند که از میان پرتابگاه‌ها و قبرستان‌های اورانیوم در تاجیکستان موضع دهمای در شهر بستان و استقلال برای ساکنان اطراف بیشتر خطرزا است. We also discussed with the governor from the Suk region and he radon radioactive gas. در ملاقات با ما رئیس ولایت سوخت از خارج شدن گاز رادون از سوراخ‌های کوه پرتاب‌های اورانیوم گفت. تنها در موضع دهمای تا 35,000 تن باقی مانده‌ها و پرتاب‌های رادیواکتیو وجود دارند. در صورت زمین جنبی این تپه موادهای رادیواکتیو می‌تواند آسیب ببیند و موادهای زیان‌آور و بیرون خارج شوند. با نظر داشته خطرهای ناشی از این دو موضع و دیگر پرتابگاه‌های به محیط زیست زیانبار آسیای میانه، اتحاد اروپا صورت حساب خاصی باز کرده است که در آن مبلغ‌های کشور و سازمان‌های دانار و یا کمک‌رسان غون شده مبلغ آن برای بزیان کردن این گونه پرتاب‌های زیانبار مصرف خواهد شد. بانک اروپایی تجدید و رشد میگوید برای بزیان کردن کل پرتابگاه‌های اورانیوم در منطقه آسیای میانه 80 میلیون یورو ضرور است. And therefore we pleased that we can provide assistance to countries. حالا برای این مقصد تنها اتحاد اروپا به قدر 16.5 میلیون یورو مبلغ جدا کرده است. ما تلاش داریم تا یک سال آینده توجه کشور و سازمان‌های دانار را به این مشکل جلب کنیم و مبلغ ضروری را برای اجرای این طرح‌ها جلب نماییم. تاجیکستان هنوز سال 2015 با امکانات مالیوی خویش برای پشت نمودن قسمتی از پرتابگاه‌های دهمای را در شهر بستان شروع کرده بود. آن زمان تقریباً 20 گکتار از حدود 80 گکتار این پرتابگاه با قبط نیم متری خاک روی پشت کرده شده بود. اما کارشناسان میگویند با قبط نیم متری خاک روی پشت کردن این گونه پرتاب‌ها زیان آن را نمیتوانند کاهش بدهند. شادمان یتیم، عبدالله اشرف، آزادی، دوشنبه. دیروز در بلگراد صرف نظر از بحران گردهمایی مخالفین پیروزی سروزیر سرب الکساندر ووچیچ در انتخابات پرزیدنتی این کشور ادامه یافت. 3 روز این جانب اعتراضگران تقاضا دارند که رئیس کمیسیون انتخاباتی و رادیو و تلویزیون ملی برکنار شوند. به قول جمع آمدگان در دوره پیش از انتخابات رادیو و تلویزیون ملی معرکه ترغیب ووچیچ را پیاده کرده بودند. ووچیچ با 55% رای‌ها در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه پیروز شده است. با این خبر برنامه را انجام میدیم. برای دریافت اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما www.azadi.org، به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادنکلاستینگ و توییتر. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برای همراهی تشکر و خدا نگهدار هر یک شما.